خب اما جان نگفتین کجا بریم؟ یک جای خوخات رفتیم. از روزی که اما جانم آمده هیچ بیرون نبرامده. راست میگه. گفتم که یکم اواخوری کنیم که از رازهای همدیگر خبر شویم. راز؟ اما جان ما کدام راز پنهان نداریم. فکر کنم شما کدام چیز خاص برای گفتن دارین؟ اما جان ما خود جز قرغه دیگه جای تفریحی نداریم. همونجا بریم؟ خب مهم نیست، هر جایی که میریم منتها یکم گوشه باشه و آرام باشه. اوکی. ببین اما جان از دست بیادرت به چی روزا رسیدیم. بوتر ما رسایی که خانگوزک وری. اول خویره بر ما بگوین که او شب چی بود. سایل از کجا میشناسین؟ سایل چطور خانه آمده بود؟ هیچ اما جان او خودش آمده بود. باز وقتی که مرا دید دفعتاً دست انداخت. دروغ نگو، دروغ گوی. او رقم آدم نیست. هست اما جان او روزی دیگه که بازم بیچار چی میخوایی؟ 1000 دفعه برات گفتم که نسبت به تو کدام حسی ندارم. چرا درک نمیکنی؟ یک دقیقه این موضوع اسمش از کجا شد؟ تو را میگم. دروغ میگه اما جان هیچ گپی نیست. من با مرسل گفتم که خودت یک دختر نامزاد دار. چرا امروز ساحل گپ میزنی؟ چرا دختر نامزاد دار؟ دختر که نامزاد چه حق نداره که با کسی گپ بزنه؟ ولو که عروسی میکنه. هر کس حق زندگی و اختیار زندگی خود داره. یه گپای کونر از کلید پس کن. فهمیدی؟ وقتی که عروست عاشق کسی دیگه باشه بازو وقتم چیز نمیگی؟ یا ایام روشن فکری است. باز نامزادش عاشق خواری عروس باشه بازو چطور؟ روشن فکری است یا کهنه فکری؟ بس که دیگه هرچی که دادان تامد میگی. مگه دروغ میگم ساحل؟ یک لحظه او دختر رو چه باش؟ مرسل کدام گپ هست که من خبر ندارم؟ تو را میگم. بله اما جان بسیار گپاست. که شما خبر ندارید. راست میگم جان. بسیار گپاست که شما نمیگی. این سریا که اما جان کل فساد زیر پای سریاست.
خدا را شکر گزار هستم که کدام گناهی از من سر نرفت. چرا بر من نگفتی بچم؟ وقتی انگشتر را در دستت میکردم چرا نگفتی برام؟ اما جان هر اجازه نمیتم که صدای خدا بکشم. اینا هر کدامشان پلان انتقام خود دارن، اما در بین عشق ما قربانی شد. چرا فامیل تمرایتت میکنه بچه؟ به خاطر که برادر ساحل یک پلیس است و لالای ما یک مجرم است. به خاطر که برادر ساحل پلیس است و پدر ما به جرم اختطاف ساحل به زندان رفته و مادرم فکر میکنه که ریشه مشکلات کلش زیر پای ما است و لالایم با اذیت کردن ساحل، با آزار دادن ساحل فکر میکنه که به بیدرش ضرر میرسانه. و سریا یک جنون بیجای و یک عشق یک طرفه داره. لیلا، سرایا، مرسل، من میگفتم بعد از حالا افغانستان میرم لذت میبرم. بیادر زادای خود امرای خود تفریح ببرم، بیادر خود در آغوش خود بگیرم، زن بیادرم بر ما و سانه پخته کنه. اما متاسفانه که نه، همه چیز سرچپه شد. هیچ چیز بر ما خوشایند نیست. جور تیار بچه ما آوردم که برای زن بگیرم. مچم که کی برش چی گفت؟ شب و روز گم است. خدا کنه که پودری نشه. وزیر پلو سوخته نکشنش. خورشید جان، من فکر میکنم کدام وکیل پارلمان سخنرانی میکنه. لطفاً هر چیز زودتر هدفت صاف و پوسکنده بگویی. راست میگه اما جان، یک کمکی سبک بگیرش که زود خلاص شود. تمام مایه فساد تو بودی و خود به دیوانگی زدی. تمام گناهای تپت کردی. خورشید جان، کسی همراه دختر این قسم گپ نمیزنه. من همراه شما بس نمیکنم. من تشکری میکنم از مرسل جان که باعث شد من مرتکب گناه نشم. خورشید جان، چقدر فلسفه یاد داری؟ خواهم هر چیز زودتر گپ تا بگو که من بفهمم. من نامزادی بچه خدا همراه دختر شما، ببخشین، همراه بیادرزادی خود فسخ میکنم. فهمیدی؟ چی میگی خورشید جان؟ چرا این کارو میکنی؟ من اجازه از این کارو بر تو نمیدم. تو چی کاره هستی که تو اجازه زیر بتی یا نتی؟ من تصمیم میگیرم و من فیصله میکنم. مرسل جان، شما کدام اعتراض دارید جانم؟ نه اما جان، بلکه بسیار خوش شدم که این نامزدی فسخ شد، به خاطر که من هیچ حسی نسبت به کاکافردی ندارم.
بله لالا سلام. و علیکم. چی گپ است دختر؟ از یه گپ نو خبر داری؟ از چی؟ اما این نامزدی را فسخ کرده. چی؟ نامزدی کی را؟ از مرسل و بچهش چی نام داره و فردین است چی است؟ خب اما چی؟ تو میفهمی که نامزدی که از فسخ شود چقدر بدنامی داره؟ چقدر بدنامی داره؟ بسیار زیاد. در بدر میشیم لالا. هر رقمی که شده نمان که این نامزدی فسخ شود. این با گپ آدم نمیفهمه. این فردینه که ما اغلط ندم ولا گبانمش. من دیگه اویشا نمیفهمم. دلت که از زدن کار میگیری، از کندن کار میگیری، از اخطار کار میگیری، از پاره کردن کار میگیری. ما فقط نمیخوایم که نامزدی فسخ شود. تمام. سرور جان چرا گپ نمیزنی؟ کجا میریم؟ مادر جانم به تشویش میشه. بله کجاستی؟ زیاد خوشی نکن که در گلونت بند نمانه. نه جانم، تو هنوزم دختری آزاد نیستی. تو دختری نامزاد دار هستی. تو یک دفعه خانه بیا باز میبینی تو 100% امرای فردین عروسی میکنی. وقت پیرانی عروسیتم تیار کردن. کاکا فردینت. اگه یادت باشه برات گفته بودم دعا کو که هیچ وقت ملاقات ما تو در فضای خشک و بیابان نشه. اما تصمیم خودت مرد ایجا کشان. یک چانس دیگه برات میتم که ملاقات بیابانی ما تو شروع نشه. چی کنم؟ عروسی با کی؟ با مرسل. او هم در بین 2 روز. اگه نه تو مادرت اروپا نه در او دنیا روان میکنم. درست است. درست است.
سلام. میبخشین ما یک کمی تکلیف دارم، از کدام دکتر به من معرفی کنید؟ محترم تکلیف شما چی است؟ ببینید شما دکتر برای من معرفی کنید، من باش تکلیف خود بر از او میگم. کاکا جانی جان ما 10 رقم دکتر داریم، شما تا تکلیفتان نگوین ما به کدام دکتر شما رو مراجعه کنیم، باید شما بگوین. بچه من مشکل خود به خودت گفتن نمیتونم، شما یک دکتر معرفی کنین، من این مشکل خود بر از او قسم میکنم میگم. من میتونم شما را کمک کنم؟ شما دکتر هستی؟ بله من دکتر هستم. دکتر صاحب داخل بریم، من این مشکل خود تمامش برای شما قسم. بسیار خوب، بفرمایید بین. میروانی. خب جناب محترم، اینا رو بگوین که چی تکلیف داره؟ دکتر صاحب همین تکلیف ما والا دکتر صاحب تکلیف ما چی بگویم، یک رقم میشو. یک رقم میشه؟ یا نه دکتر صاحب، یعنی یک رقم شدن تکلیف ما نیست دکتر صاحب، یک رقم میشه ممکن بگویم. ببینین جناب محترم، شما از اون مشکلی که از گفتنش میشرمین، من مالج همون مشکل هستم. دکتر صاحب من هنوز مشکل من نگفتی، شما چطور فهمیدین که من چی مشکل دارم؟ ببینید جناب محترم، کسایی که مشکل می داشته باشه اینما تو مثل شما شرمنده گپ میزنن. دکتر صاحب من شما چی بود کنم؟ من میخوایم که عروسی کنم. خوب، مبارک باشه. یک کم دیر نشده؟ دکتر صاحب این عروسی دوم میخواد بود. خوب، عروسی بار دوم. نگفتی که این شوکیست یا مجبوری؟ دکتر صاحب این عروسی من نه شوقیست نه مجبوریست، این عروسی کار دل است. بسیار خوب. اگر موضوع دل و عاشقیست دیگه چی حاجت که خودت چک میکنی؟ بدون ازواج میتونی که زندگی خوش و آرام داشته باشی. خب حتما او هم سن و سال شماست، یا شاید هم بار دومش باشه که ازدواج میکنه. ولی دکتر صاحب من میخوایم که خودت چک کنم، میشه که من یک طفلک قندول داشته باشم. خوب شما میخواین که طفل دار شوین؟ بله، به خاطر همین میخواین خودت چک کنین؟ بله. همراه کسی که میخواین عروسی کنین چند سال داره؟ والا دکتر صاحب او کلان سن نیست، امی 50-55 ساله باشه. 50 تا 55 ساله؟ من فکر نمی کنم که شما صاحب اولاد شوین. نمیشد دکتر صاحب، او یک دختر داره که حال در خارج است، حال ما میخوایم برش یک دختره که قندول بتون که تا هر روز ساعتش تیر باشد. شما بخیزین مرا چک کنین،
باقی خدا میربان است. خب، دکتر صاحب. سلطانه دروازه را باز کن هستم. سلطانه چرا اینقدر ترسیدی؟ فکر کردم که بدبخت دیگه نباشه. جانم ضرور نیست که بترسی. بسیار زود به خیر گرفتارش میکنم. خب تو حالا برو خوش که نه وقت شب است. با صبح به خیر گپ میزنیم. صبر کن. میشه با هم گپ بزنیم؟ چرا؟ چی گپ شده؟ خب یک موضوع است باید دماغش گپ بزنیم. گوش کو دخترم، از وقتی که ما عروسی کردیم یادم اینم تو دو پشته و دوری است. امشب که خونسایش نسازیم نمیمانیم. گاهی سرد است و گاهی گرم. من که تسلی میزنه دستکایش که خشک نسازم ولی که خوب بانمش. بچه یک دفعه نمورم باز چطور کنی؟ نه مادر تا میقه میترسی که دوبه مرد دیگه بلده پسش مرقم. بچه ما تو نگو کدام خبر نشه باز چی کنیم؟ اینمی بس از بیا که بریم دیگه. با هم که میبینم دستکایش خشک شوه دلم یخ کنه. کدام کار دیگه نشه چطور کنیم ما دختر؟ به خدا قریب است که دیوانه شوم جان مادر. کابل و مردمش بسیار تغییر کرده. اصلا باورم نمیشه که من در خانه بیادرم هستم یا در بین کدام سریال هندی. یه خواهش ازت میکنم که چیزی نگویش لطفا. سایل چی گپ است واضح بگو. سایل امروی مرسل دیده. چرا دیده؟ من خور قسم داده بودم. خب درست است قسمش داده بودی که پشت مرسل نره، اما تقدیر اونا رو دوباره ساخته و مجبور شده که قسم تو رو بشکنم. گوش کن، من میخوایم که به حرفایش گوش کنی و قسم امروش رویه کنی که هیچ چیزی نشده و تو از این گپ خبر شدی. من خب به خاطر کدام گپ دیگه نمیگم. صرف من ایره میگم که بیادرش همراه من دشمنی داره و این دشمنی بالای رابطه اونا تاثیر بد میکنه. ببین اگر تو همراهش کمک کنی و حمایتش کنی تاثیر بد نمیکنه. قبول است؟ خب جان هرچی که تو بگی قبول است. شکر.
چی میگی بچه؟ در اتاق حمید نریگه، حمید خواب است. بیدارش میکنم. چرا بیدارش میکنی؟ با سبامرش گپ بزن. تا هم عجب آدم هستی مادر. از یک طرف خو کارهای سر ما میکنی که یک دشانم هم نیست. تا حال شنیدی که از در گردن نامزاد خوار خود تفنگچه را مانده باشه؟ کاجل امرای خوار مارسی کو؟ مگم ما کدم. هر رقم دول زدی ما رقصیدم، ولی این دفعه از خاطر کار شما نه، از خاطر یک موضوع دیگه میخوایم امرای همیم گپ بزنم. الو کردیم اوف. بچه ایچه کار نداره که همرش گپ بزنی. شما اون خورد بیالو. برای خدا خوب بیا که دختره چی شده؟ بیا که ببره میشه به دکتر دختره که خدا یک دفعه سوار بگی. صبح بخیر. خوب هستی؟ چطوره صحتت؟ خوب هستم ولی قدر احساس خوب ندارم. باید یک بار پیش دکتر برم و معاینات تلویزیونی کنم. چرا معاینات تلویزیونی؟ نخواد قدر مشکل کلام باشم. خیر است، دیگر که آمدم بازردی ما میریم پیش دکتر. خب اگر خودت مصروف هستی و وقت نداری میشه که من روی سایل برم؟ چرا وقت ندارم؟ من همیشه به خدمت هستم جیگرم. باش که پدرم نشنوه خواهد گفت که تقلید دیالوگای من میگه. خب راستی یادم نره سایل میخواستم رویت در مورد کدام موضوع رو گپ بزنم. خب برو یک بار ببینیم. کجا سایل؟ نمیفهمم شاید در اتاقش باشه. سایل جان، سلطانه گفت که همراه ما کار ضرور داریم. بگو چی گپ شده؟ کدام گپ خاص نیست رارم، ولی شاید بر ما بسیار زیاد خاص باشه. لالا بگو نشه موضوع مرسل است یا که باز بیادر شازارت میده. چطور؟ هی تو ما نیم شدیم. اگر نه حال وقت کارش تمام کرده بودم. نه لالا جان، او کدام کار نکده. اصلا نمیفهم که از کدام گپ زودتر شما رو خبر بسازم. خب سایل جان، اگه ای گپ مهم امو گپ از روز برام گفتی باز ما بر لالایت میگم. ایمان، موضوع از این قرار است که دو دختر عالی جناب نامزد شده. چی؟ مرسل نامزاد شده؟ امرای کی؟
همراه بچه همیش از خارج آمده بود. با سرور برادرش به زور شیرینی داد. خیر از دیگه، شاید تقدیرتان نبوده. ولی خب مهم نیست، هر کی کسی را دوست داشت باید همراهش عروسی کنه. بله بسیار مفکوری عالی است. من حمایتت میکنم. راستی یگان نفرای خاص پیدا میشه. لالا جان، از این کدام مهمتری است؟ چی؟ کدام مشکل دیگه هم داری؟ خب بگو بیادر. مرا جبار خان اختطاف نکرده بود، بلکه سرایایی کار کرده بود. سایل متوجه نشدم. خی باز چرا سرور به خاطر او کار از من باج گرفت؟ قصهش طولانی است لالا. ما به دستور سرور اختطاف شدم و توسط سرایا به دیگه جا انتقال یافتم و عمو مرا به خاطر هوس خود از یک جای به دیگه جا انتقال داد و بازی که همراه ما چی کار میشد من ایج نمیفهم. مرسل آمده بود اینجا و تمام قصه رو بر من پدر جان کرد. او دختر بسیار یک دختر خطرناک است. باید یک اقدام رسمی کنین. در غیر از او نشه که کدام مشکل کلان ایجاد شد. هیچ کار کده نمیتونه. تو مقصد متوجه خود باش. دیگه گپا را محل میکنم. دکتر صاحب، امینا یک مشکل دارن، میخواین که معاینه تلویزیونی کنن. بسیار خوب، چرا مشکل میگین؟ بسیار کار خوب است، باید شما خوش باشین. تبریک باشه برتان. نه دکتر صاحب، اتو کدام گپ نیست. شما اشتباه فکر کردین. ما میخوایم که میدیم معاینه تلویزیونی کنین. بسیار بسیار میروانید. خیلی ایمان جان، خودت بیرون منتظر باش. چرا بیرون؟ خب به خاطر که هنوز خودت محرم من نشدید. خوب نیست. خیلی دکتر چطور میشه؟ دکتر و خیاط خب محرم میباشه. جای قابل تشویش نیست. منتظر باش. چیخ نزن سلطانا، بالاخره پیدایت کردم. بالاخره سر تخت خواب پیدایت کردم. حالی تو کار رو وقت کنم که وامره که پلیس هم دیگه طرفت سیل نکنه. تو چی فکر کردی؟ که اصلا یک ناتوان است که زن خود بدون هیچ کاری طلاق بده یا اینا بده.
مرسل چرا جگرخون هستی جانم؟ میفهمی خبرهای خوش برات دارم. همراه لالایم گپ زدم، تمام قصه را برش کردم. او گفت که از ما حمایت میکنه، خودش به خانه تان مخواستگاری میه. گوش صاحب، من میخوایم تمام گپایی که حالا باید بگویم به حساب آرام و گوش باز بشنوی. کدام گپ مرسل جان؟ بگو برام. ساحل، من تو را از جان خود قدم بیشتر دوست دارم و همیشه می داشته باشم. پول دارایی ایشونوش دنیا رو به یک طور محیطم برابر نمیکنن. مگه من نمیخوایم به تو ضرر برسه؟ کی ضرر میرسانه؟ هیچ کسی کار کرده نمیتونه. یک لالایت بود کو هم از ترس پلیس موش باریده کدام غار خود شده. موش نگشته او حال یک شغال خونخور است. او پشت لالایت برآمده، میفهمی؟ صبحکی من اخطار داد، گفت اگر امرای فردی نارسی نکنی تو رو میکشن. هیچ کاری کرده نمیتونه. نه ساحل، او هر کار کرده میتونه. من نمیفهمم، لالای می دفعه بیخی یک قسم دیگه بود، از دستش هر کار آمده میتونه. چی رقم بود؟ همراه کی بود؟ کجا رفت؟ باید به پلیس خبر بتیم. هیچ فایده نداره، پلیس در مقابل لالم هیچ کار کرد نمیتونه. چرا نمیتونه؟ ساحل لطفاً بیشی، میخوایم سیر پر ببینم، شاید این دیدار آخر ما باشه. چی میگی مرسل؟ تو دیوانه شدی؟ من زمین و زمان یکی میکنم که کس تو را از من جدا کنه. تو زندگیم هستی، تو نفسم هستی. شاید قسمت متهمی جه بود، شاید تقدیر ما با هم گری نخوردم. ما به این گپا عقیده ندارم و اجازه را برات نمیتم که بری و همراه از اون مردکا عروسی کنی. اول لالایت بان که مرا بکشه، باز تو برو عروسی کن. ساحل، تو چرا من درک نمی کنی؟ من به بار آخر آمدم که امروز خداحافظی کنم. خداحافظ عشقم.
مرسل جان، شاید از قسمت ما این نامه به دستت برسد، شاید هم از قسمت بلند خودت این نامه به چشمت بخورد. از این که تا مرحله پوشیدن پیراهن عروسی حرف فامیلت به زمین انداختی، جایگاه خاصی در دلم برای همیشه ساخته شد. تو نشان دادی که چقدر دختر خوب و با درک هستی، ولی ای که نتانستم قلب شکسته خودت به دست بیاورم، خود ناکام فکر میکنم. تعجب نکو که ایر از کجا خبر شدم که قلب شکسته داری. اتفاقات عجیب و غریب به عجله نامزادیتان امرای ما، اخطارهای برادرتان، تشویقهای سریا و بالاخره دروغای خال تمکین و زمیر، همه ای الهام داد که قلبتان خانه کسی دیگه است و حس کردم که بالای تداو دیگه کس نمیشه خانه ای ساخت. از همین خاطر این نامه را برایت نوشته کردم و آرزوی زندگی خوش همراه با ساحل برایت دارم و آخرین سخن قلبم هم امان است که بی اندازه دوستت دارم و تا آخر عمر عاشقت میمانم. بشنو از من فقط عشق است که در دل دارم، از همه حرف جهان عشق شنیدن دارد. مانده ام بین دو راهی، تا تو را یا که تو را با تو بودن ز همه دست کشیدن دارد. آخرین عشق، آخرین عشق، آخرین عشق بلایی به سرم میاره. آنقدر عشق تو در دل من کرده نفوذ، مگر این دل تو چاره بریدن دارد. با خدا ناز تو خوب خریدن دارد. بشنو از من فقط عشق است که در دل دارم، از همه حرف جهان عشق شنیدن دارد. مانده ام بین دو راهی، تا تو را یا که تو را با تو بودن ز همه دست کشیدن دارد. آخرین عشق، آخرین عشق، آخرین عشق بلایی، آخرین